روزی معلمی به همه دانش آموزای کلاسش بادکنک داد و ازشون خواست که بادکنک رو باد کنن، اسمشون رو روش بنویسن و بعد پرتش کنن توی حیاط مدرسه. معلم رفت توی حیاط و حسابی بادکنک ها رو با هم قاطی کرد. بعد 5 دقیقه به بچه ها فرصت داد که بتونن بادکنک خودشون رو پیدا کنن. با اینکه بچه ها با کلی انرژی دنبال بادکنک ها میگشتن، هیچ کدومشون نتونستن بادکنکشون رو پیدا کنن. این بار معلم به دانش آموزا گفت هر کی نزدیکترین بادکنک رو برداره و به کسی که اسمش روی بادکنکه بده. هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که همه بادکنکاشون توی دستشون بود. معلم به بچه ها گفت این بادکنک ها مثل خوشبختی هن. اگه هر کی فقط و فقط به فکر خوشبختی خودش باشه، هیچ وقت نمیتونه پیداش کنه. اما اگه به شادی و خوشبختی بقیه هم اهمیت بده، بالاخره خوشبختی خودش هم پیدا میکنه.